کرد خراسان. کرد خراسان بشک جخلکی کرد نیشتجه لإیران نکو بلا بناوان لمنطقه با کوری خراسانه که با منطقه واناوه کرد خانت اناس کرن. زمانه خلق وی منطقه کردیا کرمانجیه و دینیوان شیعه. سرچاوین نرسمی دبیجن که کردن خراسان زیده تر جسه میلیون نفرن. سرچاوار جیما ایران جی جبو که هجماری کردان لخراسان کمتر به و برچاو دبیجن 2.5 میلیون نفرن. لراستی وایه که تا مارک رسمی جه هجماری کردان لخراسان تنه. شونا که خلق کرد لخراسان نیشتجی نه وکو خراسانا باکور، خراسانا ناوندی و بشک جپاریزگه ها گلستانه. لباجارن قوچان، فاروج، شیروان، بجنورد، درگز، اسفراین، کلات، چناران و آشخانه پرانیا خلکی کرد و لباجارن مشهد، نیشابور، سبزوار، جوین و جغتای خوشاب که ماریا خلکی کرد نیشتجه بونه. فرهنگی کردن خراسان بجیابازی که کم مینا فرهنگی کردستان آمزنه. لگو از غریبه عزیز جان بیار من نکشت من یاری نبرد من نگو از غریبه یاری بیار من آی نکشت من عزیز جان نبرد من نگو گرفتاره حوال همدمه بیار من در دومم لای لای دوجم هستم درجم تا زندم هستم نوجم آی هستم نوجم آی هستم نوجم جبو که تانکال خراسانه رینویسه که رسمی کردی کرمانجی تو نویه فولکلوری وان لبن مترسیه دایه. سرچاوه میجویی دبیجن کو کردن پاریزگه ها خراسان کرد نانکو ده سردمان شاه عباسی صفوی چه دوره روش حالاتی ترکیه بو پاراستنا سنور ایران کوچبر بونه. هندک سرچاوه هنکو دبیجن شاه عباس بو لاواز کردنی سرهلدانی خانه کردو بکار آنیناوان لبرانبر هیرشی ازبکان و مقلان و ترکمنان هونا کوچبر خراسان کرن. برای دوران دولتا صفوی جی کرد لخراسان هبونه. کرد بنا ابو مسلمی خراسانی بیر آنینا دعبل خزایل ریا در باسبون و گشتنی ولاتی مرو و دیتنه کردن علوی بیر آنینا تیمور
لکتیبی منم تیمور جهانگوشا کل ریا خوچانه کمک دبین که جوان ده پرسه هم کینه دبیجنم کردن و هفکات به دورانا تیمور جی کلاوی خول سفرنامه خواه آماجه به هبونا کردن لخراسان دکه کلیم الله توحدی نویسری پرتوکن میجوی کرد لخراسان دبیج کو کردن کرمانج که بو پاراستنا سنور ایرانه جبر هیرشی ازبکان و ترکمنان و مقلان کوچپر بونوی ولاتا سه ایلم مزن زعفرانلو شادلو و قرچرلو بون کلیم الله توحدی آماجه دکه که جسردما شاه اسماعیلی صفوی کرد به تایبت قراماندو بو پاراستنا سنور ایرانه کوچپر دکرن خراسانه و جدو شاه اسماعیل جی جانشینه ویوا سیاستا دوماندن توحدی دنویس کو شاه عباس که شاه که زیرک و سیاست مدارو به سرنج گرتن لفلسفه ابن امید که گوتو دوی کردان لسر مرتال داینن آن کردان بکنه سفر بلای خواه دکه و فکری کوچ پر کرنی کردان بر بخراسانه نزدیک 50,000 مالبات کوچ پر آمزنج آذربایجانه بر به ولاتا ری دست پیدکن مالان برگر نبینم بینم لیلی لیلان مالان برگر نبینم بینم لیلی لیلان لیورد محل کداجمم لیلی لیلان لچوبد و محل هینم لیلی لیلان لچوبد و محل هینم لیلی لیلان لیلی از یار دمت هم جسم و جان دمت ترک نوه درکم لیلی لیلان ترک چوه درکم لیلی لیلان با کوچ پراکو لحدودی سالی 1050 هجری قمری جیب جیبو زدن بو کو کرد کاتی 2 سالان در دوره تهران و خاره و ورامینه نشتجه بون جاناتان رندلجی لسر کوچ پرا کردن بر بخراسان دنویسه شاه عباس پیشی لوی بزاوا لزکر کرد نابون کو جوالات خود جدا بون و کوچپر روش خلاته بون بو جاره اوله بر به سنور آذربایجان و ایدی بر به خراسان لبرانبر ترکمنان که هینجی لویشونه مانه یعنی 1000 مایل دورتر جوالاتی خواه بوی شیبازا بو که دولتا صفوی کردن شورشی جوالاتا خواه جدا کرن و سیر که اونا کرنه سنور پاریزه ولاتک دن و کردن دنجی شاندنه ولاتک دورتر هندو کشت افغانستان و بلوچستانی ایرو دکتر اشمت الله طبیبی لکتیبی جواگناسی و خگناسی ایلو اشایران آنیه بارتول لتیبینی جغرافیایی میجوی ایران دنویس کو شاه عباس بو پاراستنان اجتماع خواه جهرشی ترکمنان و ازبکان بریار دا کو کردن شورشگر جوالاتی رو جاوای کردستانه بیونه خراسانه لسر وی بریارا بو کو 5 ولات کردنشین جه استرابات ها چناران دام از ران یه خواهم دارید جلگی شوخانه سرچیای مرجانه لچیه علداغی بلنده
نسوای ابرافیه چومیا مانداغیه سرچیه سبز آیی دلنده ندای که یشوانه دیناره وانچیانه ساترا و گیانه حریما برین دارن ندای که حریما برین دارن ندای که کردن خراسان کو جئیلی کرده نیشته جیل ولاتی عثمانیان ناصرا بود چمش گزک بون جبو کو دینی وان شیعی بو عثمانی دینا وان سنه بو جده است نجات کجی و شری مذهب و ظلم و ستمی عثمانیان به زمان صفوی هاتن ناو برا ایرانه دوتر بر بخراسان هاتن کوچ برکرنو لکوتایی دوران صفوی به کرده زعفرانلو ناصرا بود و ایلی مزن جسیو دو شاخان داده مزره که به هر شاخه را ایل ده بیجنو لباجارن اسفراین بجنورد درگز شیروان قوچان و نیشابور به جقیانه ایلی شادلوجی جا ایلین کردن خراسان نکو جا قفقاز هاتن آذربایجانه و دوتر کوچ پر بونه خراسانه و لبا کوری روجاوی وی داره نیشتجه بون هر کجاره علی دایوینا نرم نه بالای نرم اینا ولایت علی دناوینا هم مگی علی من تونینه لچار باغ گل با بندر بلبل نخینای گل بلبی علی بلبل نخین حوالای بلبل نخین جانیانه بلبل نخین پروفسور اسماعیلی حسین زاده بوانلویی ماموستای زانکل آمریکا سبارت کوچ پربونی کرده خراسان دنویسه کرده کوچ پربویی بر بخراسان زورتر لدورانا حکومت شاه صفوی و سبارت به قوتاندنا دجمن ازبک و مغل و ترکمن جعالی باکوری روش حالاتی ایران دا کوچ پربونه و کوچ پراکو لورتی قرنی دی هجری قمری یعنی جدورانا شاه اسماعیل و شاه طهماسب دست ببو لکوتایی وی قرنا و لدست ببونی قرنی 11 یعنی لدورانا حکومت شاه عباس گشته لودکی خواه ساکو لوی دورانا بو کو ازبکان نه تنیا مشهد داگیر کرو خراسان کرو میدان تالان و کجرانا خواه بلکه آلیا شاهرود دمغان سمنان ورامین کاشان و عراق جیدا و بن پیاخوه کوچ پربون و پاراستنا به جی کردان به تایبت کوشری دو ایل مزن و ناصراوی زعفرانلو و شادلو صدما پیشگیری جه پیشتا چونا ازبکان و دوتر جه خباتن پرخوین صدما قوتان دناوان جه ایران دا بو و ارزنامه خراسان پجوهی جی سبارت دوران و کوچ پرکرنی کردان جه روژا و بروش حالات دنویسه کوچ پرا میجوی کردان به بریارا شاه عباسی صفوی لحدودی سالی 1007 هجری قمری دست پی بو لسروی 40,000 مالبات جه کردن روژاوای ایران بو پاراستنا سنوری باکوری روش حالاته کوچ پر بونوی منطقه کوان سنورانا گاه و بیگاه جه آلیه قوم ترک و ازبک دهات نبن
مترسیه اول جوخین واره فاطمه جون ای جنه نقل میراج ببینه زجبیل امین نقل میراج ببینه زجبیل امین صلوات و سلام آنی لجدم جهان آفرین توز لسر محمد دانی لی آشکار کردی نمبین یا رحمان و یا رحیم گناه من ببخشین کرد کوچبربویی لسنوره باکوری روشهلاتی ایرانه نیشتجه بون تا اونا قربانی و سپر و بلا ببن لبرانبر هیرشی ازبکان کو دهاتنا دوره هندوری و به تایبت ناوندا ایرانه لدورانا صفوی صالح ملا عمر عیسی جی نویسیه شاه عباس اول 150,000 کرد کوچبر خراسانه کرن تا لبرانبر تجاوزی بیگانان برگری بکن و دلیلی ویجی وابو کو لشرد آوان کردانا لبرانبر دجمن نترسی و آزایی اکوی تایبتی هبون هر وها نویسری کتابی کرد و ولاتی وان سبارت جگی نیشتجیبونی کردن خراسانه دنویسه لرش حلاتی دریای خزر ولدوی اسماعیلی باکوری روش حلاتی مشهده لپاریزگه ها خراسانه لدوره باجارن بجنورد و شیرمانه گوند نا کردنشین هنکو زورتر 1000 مایله و کردندن را ناوبری خواهنه و هجمارا وانجی نزدیک 200,000 نفره علی خراسانی لگوتو بیجگ و برزنامه آواشین چاپی یعنی سیتوی کردی سوئد دبیجه کردن خراسانه جپک ودانا کردستانا مزنن کردن سوریه قفقاز باکو ترکیه کردن باشوری عراق ماکو و مهابادنه و کردن افغانستان پاکستان و هندوستان جی جه خراسان چونوان ولاتن نویسری کتابی جواگناسی و خلقناسی ایرو اشاعران سبارت احتمالی جروش حالات بروجاوا چونی هندک قبیلان ده نویسه احتمالی هیا کوچپری کوم قبیله و اشیرت ایرانی جروش خلاتی ایران رول روش آوای ایرانه برابره بویا و وان قبیلانا پاشکات که جهف جدا بونه لچیای زاگروس و ساحلی دجله گشتنه هوا جبوکو رگز و زمانی وان یک بویا و جعالی دین اخلاق کلتور و رسم و ریجه وان جیاوازی خواه و حبرات نبویه قبل هفبون وان چه بویه و کرته یکو جه کوچپره کردن بر بخراسانه لسرچاوه دیروکی هم تالاش تکنی لبرنامه داهاتو زیدتر جونا سوا و تماشوان دلالی کرد کانال شروع بکنی